سلام، من مامیم. منم یسنا. به چنل ما خوش اومدید. چالش امروزمون خوراکی های ناسالمه. Let's get the roll balling. مثل همیشه شروعمون رو با نام خدا آغاز میکنیم. یسنا هم داره الان تمرین میکنه آیت الکرسی رو یاد بگیره. هوای بارونی دلچسب و دلانگیز. دیروز که تصمیم گرفتم این چالش خوراکی ناسالم رو داشته باشیم، با یسنا رفتیم فروشگاه و فکر کردیم پیتزا درست کنیم، همبرگر درست کنیم، چیزبرگر درست کنیم، کدوم یکی از خوراکی ناسالم رو انتخاب بکنیم. خب به نظر شما کدوم خوشمزه تره؟ سیب زمینی سرخ کرده؟ وای ای وای، از اون لحظه که بوی سیب زمینی سرخ کرده عقل از سر آدم میبره. خلاصه که تصمیم گرفتیم یکی از خوشمزه ترین خوراکی های ناسالم رو انتخاب کنیم. ویدیو همراهمون باش که ببینیم خوشمزه ترینش چی بوده. این شکلات های خوشمزه الان اصلا ناسالم نیستش که تازه خوبه برای دندون. آره خیلی خوبه. از اونجایی که ایشون فوق‌العاده گرسنش بود، چون صبحانه کامل نمیخوره، برای همین نرسیده گرسنشه. حالا ببینید وسط راه با ما چی کار میکنه که برگردیم غذا بخوریم. اینجا همیشه بارون میاد و نمیتونیم بگیم که حالا امروز پیکنیکمون رو نریم، بذاریم یه روز که بارون نیاد بریم. و البته که همه جا رو حتی توی جنگل هم یه جوری درست کردن که بشه راه رفت، بشه پیاده روی کرد، مثلا پا تو گلولای نمیره و نتونی تو روز بارونی لذت ببری. امروزم یکی از روزای بارونی خیلی قشنگ. البته که وقتی بارون میاد تازه هوا گرمتره به نظر من تا وقتی بارون نمیاد. توی مسیر یه کوچه باغ خیلی خوشگل دیدیم همینجوری که میبینید. بعد گفتیم بریم یه سر بزنیم ببینیم چجوریه. فکر کنم که مسیر خونه یه کسی بودش، یعنی اینجا که آب جمع شده بود و پولو یه حالت آبگیر داشت و اینا، میبینید خونه یه کسی بود. چون الان یکم جلوتر که بریم یکم بچه ها اونجا دارن دوچرخه بازی میکنن، ما رو با تعجب نگاه میکنن. اسم اینا چیه؟ اینا آسیابادیه چیه؟ چقدر خوشگله. خلاصه که کلی اینجا قشنگ بود. رفتیم یه کوچه باغ و یه دور زدیم و این بچه ها هم که تعجب کردن از دیدن ما، چون غریبه بودیم اومده بودیم سمت خونهشون. البته ما فقط اومدیم ببینیم اینجا چجوریه، چقدر قشنگه، از کوچه باغ لذت ببریم، بارون پاییزی و درختای پاییزی. دوباره برگشتیم و به راه خودمون ادامه دادیم تا یکی از قشنگترین یکی دیگه از قشنگترین جنگل های کانادا رو با هم دیگه بریم و لذت ببریم از دیدنش. بچه این جنگله خب کلی چیز داره. الان میریم جلوتر میبینیم کلی شاتوت داره. نه شاتوت نه، اشتباه گفتم، تمشک داره. کلا جنگل پر از تمشکه، یعنی الان بهار و تابستون بیای، بهار بیشتر پر از تمشکه و میتونی کلی تمشک بچینی و بخوری. خب بریم که با هم دیگه برسیم به این جنگل خوشگل. مرسی که سابسکرایب میکنین، لایک و کامنت یادت نره. ما رسیدیم، بریم ببینیم اینجا چجوریه. بریم. یسنا جان مواظب باش ماما. اوه مای گاد. اولش همین جوری قشنگ شروع شد، بارونم که شدتش خیلی کم شده، یک عالمه قاز و اردک که بچه ها اینجا وحشی بودن، یعنی اصلا سمت ما نمی اومدن و نمیشد بهشون غذا بدیم. مثل همیشه راهنمای جنگل اولش برای ماها هستش. اینجا هم یه حالتی بودش که حالت کمپ مانند بود. البته امروز چون روز تعطیل بود بسته بود. اون قسمتش که حالا آخر ویدیو نشونتون میدم، یه لونه های خوشگل و غذا آماده کرده بودم واسه پرنده ها که برن
اونجا غذا بخورن. بعد اینجا نوشته بودش که از این پرنده ها که عکسش اونجا بودش، اون سر در ورودیش بود، از اونا هستش. خیلی مراقب باشین. اصلا دیدینشون الان جلوتر قشنگ بنر زده که دیدینشون، کاری بهشون نداشته باشین و ممکنه ببینیم. حالا بریم ببینیم، ما اصلا میبینیمشون. مواظب باشید پاتو نذار. افتادن یادتون باشه. آره. خواهی برمون دریا؟ بریم ببینی. باره. از اونا نیست که تکون بخوره. آره خدا رو شکر. خب این برشه. من از اونا دوست دارم. اون پرنده رو نگاه کن، چه قشنگ بود. رفت دیگه. اونا رو اونجا بایستادن. حالا کدوم بریم؟ ما به کجا میخوای؟ بازم پله؟ ما میتونیم مستقیم بریم از این دورهایی برگردیم اینجا بیایم. یا اینکه این رو بریم اونور بیایم، فرق نمی‌کنه. حالا از هر طرف بریم. مستقیم بریم. مستقیم. قشنگه مستقیم. یاسا تو چی میگی؟ اونا بسته است. آره چرا فکر کردی میشه از اون ور رفت؟ نمیشه مامان از اونجا رفت. از اینجا از کجا برگردیم؟ اصلا اینجا یه مسیر دوتا مسیر میشه الان. میزنه؟ خب خدا مثل ویدیوهای قبلی میزنه. هر قسمتش باید کجا میریم از این جنگل زیبا سکوتش لذت میبریم. یکم جلوتر که رفتیم، البته بچه ها میبینید مثل ویدیو قبلی، جنگل قبلی ترسناک نیست اینجا، اما این قسمتش وای خیلی وحشتناک بود. انقدر جذاب و وحشتناک بود که تصمیم گرفتم یه ویدیو جداگونه براتون این قسمت رو بسازم. تقریبا مثل همون فیلم فاله که اون فیلم فال بود. دو تا دختر بودن که از یه دونه نمیدونم چی بود بالا رفتن، وحشتناک بود، یعنی فوق‌العاده ترسناک بود. این قسمت رو من براتون حتما توی ویدیو دیگه میذارم، یادتون باشه ببینید، چون از اون پله هاش ترسناک بود. خب توی ویدیو دیگه ببینید و بقیه جنگل رو با هم داشته باشید. بچه خیلی بارون میاد، من نمیدونم شما متوجه میشه، یعنی میبینید توی ویدیو که بارون میاد، توی جنگل حسابی بارونیه. نگاه خیلی قشنگه، هوا خیلی خوبه. سابسکرایب کنید تا بریم خوراکی خوشمزه رو با هم بخوریم. دوباره یه راهی وسط جنگل درست کردن که روی اون قسمت رو بریم، مثلا پاهامون توی گل و اینا نره، چون که اصلا خیلی گرسنه نشه ما مجبوریم تون تون بریم برسیم یه چیزی بخوریم. لگرد نره. یا کنیم این همین راهی که گذاشتن میگم. یا کنیم پایینش گله. خب الان اگه اینجا نبود ما پامون میرفت تو این آب و گل و چقدر زیباست. بچه الان ما راهمون رو رفتیم، دوباره رسیدیم به اینجا. ایشون با اینکه دیدین تو راه میگفت گرسنمه، رسیدیم اینجا گفت من دوباره میخوام برم بالا. شیره دیگه. لایک نداره؟ لایکش کنین، بعدش هم کامنت بذارین. ماشاءالله. سلام. سلام. خوشش اومده. دورم داره میزنه. ماشاءالله ماشاءالله. خدای شکرت. بارون خورده شده. بچه ها دوربین قطع بود، من اینا رو درست کردم، یه دونه دیگه هم درست میکنم ببینید.
دست تو ببین داره فیلم میگیره انگار تقریبا یه 5 دقیقه داشتم ساندویچ ها رو آماده می کردم. فکر کردم داره فیلم میگیره و ویدیو در حال ضبطه. اما بعدش که یه اومدم نگاه کنم ببینم داره ویدیو میگیره، دیدم او مای گاد خیر، و مجبور شدم دوباره یه ساندویچ دیگه درست کنم برای شما. مخصوص شماست این یکی، چون ما 3 نفریم و یه دونم مخصوص شما درست کردم. خوراکی های خوشمزه، البته که اینا چون خونگیه خب خیلی از خوراکی های بیرون سالم تره و خب من سوسیساشم سوسیسای خیلی خوب گرفتم که سلامت باشه. پفک هایی که بچه این پفک ها توی مثلا گرون ترین پفکه و چون اصلا به نظر من ارزش نداره، در واقع میشه بگه همون پولی هم که براش دادین زیاده، چون خیلی شوره. این مدلیش مدل آبیش خب بهتر بود، اما کلن خیلی شور درست میکنن. این مارکش خیلی شوره. این چیپس ها هم که خیلی خوشمزه است و بچه این چیپس ها همین بزرگاش سرکه نمکی داره، کچاپ داره، ساده داره، $5 و خیلی خیلی به صرفه است، خیلی میارزه. این مارشمالو هم که مارشمالوهای مخصوص کبابیه، اما ما همینجوری هم میخوریم، خیلی خیلی خوشمزه است. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سابسکرایب یادتون نره، کنارمون باشین. هر روز ما توی کانادا جذاب تر است. داره غروب میشه، همه هم بیشتر میشه. بالا ببینیم چه خبره. این چیه؟ کجا رو باهاش میبینم؟ بچه هیچی توش پیدا نیست. اون چیه؟ آقا دیگه اصلا همش بریم ببینیم اینجا رو نگاه کنیم. پرنده های کوچولو. خیلی ترسیدم من دیدم. اینجا آب میخورد. دوباره پرنده هست. پرنده های خوشگل. اوه چرا؟ انگار براشون غذا میذارن. بیان اینجا. اینجا قشنگه.
بچه چای تازه دم. زدم وای. شب اینجا میخوابیم بابا؟ واقعی؟ اونو بذار بر خودت. این چیزا خب بدین یه چایی هم به من بدین. همونو داد. همونی که تو چیز افتاد. اصلا دیواری کوتاه‌تر از من پیدا نمی‌کنه. آخرش هم که تو این سرما یه چایی میچسبه. البته توی ویدیو قبل یادم رفته بود چایی رو بیارم، یعنی آب جوش خالی آورده بودم. هوا دوباره بارون شدیدتر شد، یکم مهی شد، دیگه تاریک شد. مرسی که کنارمون بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.